مالپرا دیبکaya اسرائیلی راگهاند گو میلیسین ایرانی خوش سینوری اسرائیلی و نکشاندنه و بحثا هبونا هزین شیشانی دناوا ارتشا روسیه ده یا کوول سر سینوری جولانی وره بلاف کرن. مالپره دیار کر گو هزین شیشانی به جلوبرگن روسی لشکری لسر سینوری جولان هاتنه بلاف کرن. و ما ترسی هیا گو او هز لدیجی اسرائیلی یانجی لدیجی برجواندی نوی ورن بکار آنین. مالپره هر وها اسرائیل آگادار کر گو باوریه نه در روسیا و گوتنن برپرسن وی گولگوری مالپره گوتانها چکدارن ایرانی نه هاتنه وکشاندن سینور اسرائیلی و تکس کر گو دوی تل ابیب آگادار بجوان آگاهین نه پشت راست جالیه برپرسن روسی و بریانها برپرسن روسی راگانده بون گوی چکدارن ایرانی خوش سینور اسرائیل وکشینن و بتنه ارتش رژیم سوریه و سر سینور سوریه به اسرائیل را بمینه. هر وها آژانسا تاس یا روسی جی بلاف کربو گوچکدارن ایرانی و میلیسین بسر و سینور جولان وکشان لیدبه گوشورمندن ایرانی ده ناوا ارتشا سوریه ده نزیکی سینور اسرائیلی بمینن و تکس کر گونها توچکین گران و یکینین شرین ایرانی گوگفه لسر اسرائیلی بکن لسر خاکا سینور نمانه. جالی خواه وزیر برگریا اسرائیل افیغدور لیبرمان راگهاند گوراوش ودگرو کو بریا شر نافخویل سوریه واته نها یک آلی هیا گوتودکارل گلبا آخوه و برپرسک بتنی هیا و ده صلاتک ناوندی هیا درباره هبونا ایرانی لسوریه بگشتی و لسر سینور اسرائیل بتایبتی لیبرمان اشکره کر گو او تو تولهویان ناخوازن لی او دزانن چاوا و کنگی برسوا روبروبوان بدن. پشتی گوشتگداران رژیم سوریه هر دو پارزگهن در عوقونت را لباشور سوریه کنترل کرن اسرائیل مطرسیا خوش هبونا چکداران ایرانی و میلیسن بسر ور سر سینور خودیار کر و داخواز روسیا و رژیم سوریه کر گوشتگداران ایرانی سینور و دور بخن.